یک بازی دیگری موقوف مانده دارد. این دستکان ها را هم دایر میکند. تکراری رو از او پیشنهاد خواهد کرد. خب پیشنهاد میکند و در هیئت اساسی ابراهیم اسماعیلوف بازیگری جومی توجیکستان وقتی که پان ایمانوئل با میدان آورده شد از جانب زینالدین رحیموف رگارد از بازی خواهد کرد در شهر تورسون زوده. در این دیدار شرکت کرده نمیتواند. بازی از مرکز میدان آغاز میگردد و صدای اشتراکی داور رو ما شنیدیم. نصرالله کبیرov چطوری که من اشاره کردم در بازی امروز از کنار راست ادامه می‌یابد حمله. شرف صالحов پرتابی بلندی و بعد داخل جریمه گل و توپ در دست دروازه‌بان دلرجان براتوف. توجه ندارد به این وضعیت. اسیلبک ضربه راستی و جانبی دروازه و دروازه‌بان برمیگرداند. پرتابی نوبتی شیرزاد با داخل جریمه گل توپ در دست رگارتاداس. فریمپونگ در جریمه گل قرار دارد. پاسی او با محمدیف. امکانیت برای زدن ضربه و اما ضربه زده شهرت. فرهاد امیدی پرتاب به داخل جریمه گل امکان برای زدن ضربه و حالا فرصت دوم هست و این دفعه یک پرتاب دیگر دروازه‌بان رگارتاداس. اولی شده به توپ شیرزاد محمدیف. پرتابی او امکانیت برای شهرت المرادوف ضربه و سیوی دروازه‌بان است روشن. و اکنون حمله جوابی دست رگارتاداس. توپ در داخل جریمه گل ضربه و گل. فریمپونگ اخیراً با زدن گل دست می‌یابد و خوبترین نفر اینجا از دفاعگر گذشت. بازیگرانی هستند که سرمربی میتواند آنها را به میدان بیارد. حالا ضربه سعید مختار عظیموف خیلی خوفناک جانبی دروازه است روشن اما میخواد ادامه بده. حرکتی او به سمت مرکز پرتاب به داخل جریمه گل ضربه با سر در اجرای سعید مختار عظیموف اما بازیگر رگارد و این دفعه اکنون دوستان ارجمند بازیگران دسته رگارتاداس با زدن گل دست می‌یابند. شهرت المرادوف صحنه تکرار رو می‌بینیم. ضربه کنجی رو استفاده بردن بازیگران دسته رگارتاداس و او رو می‌بینیم. پس به کنار فریدون دولتوف با توپ قرار دارد و دو کس پیش روی او را میگیرد. توپ را گذرانده توانست بازیگر دسته رگارتاداس در این وضعیت. پرتابی بلند فریمپونگ توپ را میگذارد و ضربه نوبتی جانبی دروازه است روشن. هجوم نوبتی روشن و دروازه‌بان تا جای این حالت رو برطرف کرد. توپ در میدان باقی میماند. حالت افساید نبود در آن لحظه. او میتواند که حمله را ادامه بده در این وضعیت. پنجیف ضربه با پای چپ رسید. پرتاب جریمه گل. فرصت زدن ضربه داده نمی‌شود. عکس الهجومی دسته سروشن محمد علی عزیزبایف خیلی دیر کرد. داور منتظر شد که او شاید سر و سیما می شود پس میده جانب جریمه گل این دست دایر کند حتما موقعش باز هم دیگر خواهد شد. سروشن در جای دوم با 17 امتیاز باقی میماند.